آموزش رایگان تیردی مکس به صورت 0 تا 100 و کاملا جامع و 100 البته رایگان. سلام بچه‌ها، امیدوارم حالتون خوب باشه. اسم من بهتاشه، اینجا ویدیو آرت ویژنه و خیلی خوش اومدید به یک ویدیوی دیگه از کانال ما. خیلیاتون که شاید کانال ما رو بشناسید و شاید هم خیلیاتون نشناسید، میدونید که ما یک آموزش کاملا جامع و 0 تا 100 از دوره تیردی مکس برای شما در اختیار شما قرار دادیم که خیلی راحت میتونید این دوره رو ببینید. اما خیلی‌ها اطلاع 100% از این دوره ندارن، سرفصلاشو نمیدونن که آیا این دوره نتیجه بخش هست براشون یا نه، چجوری میتونیم به این دوره اطمینان داشته باشیم، وقتمون هدر نره و سوالای این تیپی که توی این ویدیو تمام میخوایم به همه این سوالا جواب بدیم و دوره رو معرفی بهتون بکنم که چقدر میتونه این دوره بهتون کمک بکنه. قبل از اینکه بخوام توضیحاتو بهتون بگم، حتما اگه ویدیوهای ما رو دوست دارید لایک کنید، نظرتون رو برامون بنویسید و اگر هنوز کانال ما رو سابسکرایب نکردید سابسکرایب و زنگوله بغلش هم بزنید که هر وقت ما ویدیو جدیدی میذاریم برای شما نوتیفیکیشن میاد و تشریف میاد ویدیوهای جدید ما رو میبینید. بدون معطلی بریم سراغ بحث اول. همونطور که بچه جمله اول این ویدیو بهتون گفتم، دوره ما کاملا رایگانه و 100% از 0 تا 100 شما بعد از دیدن این دوره به این دوره مسلط میشید. یعنی چی؟ یعنی خیلی راحت شما الان برید داخل یوتیوب ما ویدارت ویژن یا youtube.com/vidartvision داخل پلیلیست ها آموزش تیردی مکس رو ببینید. 30 جلسه خیلی راحت 100% به این دوره مسلط میشید. حالا چرا انقدر قاطع و 100% مطمئن هستم به این صحبتی که دارم میکنم؟ بیایم وارد صفحه مانیتور بشیم، یه خورده درباره سرفصل‌های این دوره بهتون توضیح بدم که چقدر یک دوره جامع رو ما تدوین کردیم براتون تو سرفصل‌های مختلف که تمام نکات رو بهتون بگیم. بیایم سراغ مانیتور. خب بچه، وقتی که شما وارد سایت ما بشید vidartvision.ir و روی تب دوره‌های آموزشی کلیک بکنید و بعدش روی دوره تیردی مکس کلیک بکنید، وارد همچین صفحه میشید. قبل از اینو بهتون بگم که بچه اگر با مکس کار میکنید یا کار نمیکنید یا قراره یاد بگیرید، 100% سایت ما رو به خاطر داشته باشید، چرا که بعد از دیدن این دوره یا اگر در حال یادگیری هستید، ویرایی دارید کار میکنید یا هر چیزی، شما به یک دنیای کامل از آبجکت نیاز دارید که بتونید توی صحنه‌هاتون استفاده بکنید که سایت ما یکی از جامع ترین سایت ها هست برای این کار و با هزینه خیلی کم میتونید اشتراک ماهیانه تهیه بکنید و خیلی راحت به تمامی آبجکت ها دسترسی داشته باشید. توی آبجکت های تک من موسم هاور بکنم، دسته‌بندی ها اینجا براتون قرار گرفته شده و هر دسته ریز دسته‌بندی داره که خیلی راحت میتونید دسترسی داشته باشید به آبجکت ها. اما بریم سراغ بحث اصلی بچه‌ها. توی سایت اینجا براتون نوشتیم که جلسات و آموزش‌های تیردی مکس ما رو به دو صورت شما میتونید تماشا بکنید. یک، از همین یوتیوب خیلی راحت میتونید تماشا بکنید ویدیوها رو داخل پلیلیست و لینکش هم داخل کپشن براتون میذارم، خیلی راحت دسترسی داره که اینجوری از ما حمایت میکنید. در غیر این صورت میتونید دانلود بکنید جلسات رو که برای دانلود جلسات کافی که یک اشتراکی تهیه بکنید با یه هزینه خیلی کم، تقریبا میتونم بگم 5 یا 6 برابر کمتر نسبت به پکیجایی که بیرون دارن میفروشن. شما میتونید تهیه بکنید و دانلود بکنید جلسات رو برای همیشه داشته باشید. پس از این دو صورت شما میتونید دسترسی داشته باشید به دوره ها. بریم سراغ سرفصل‌های آموزش بچه‌ها. این سرفصل‌ها رو اگر شما با مکس آشنایی نداشته باشید، نمیدونید که این سرفصل درباره چی هست، من مکس رو همینجا براتون باز کردم که بتونم توضیحات کلی بهتون بگم و خیلی سریع سویچ میشم بین این صفحات. تو جلسه اول بچه‌ها یک آشنایی کلی با این نرم افزار داریم، بهتون میگیم که تیردی مکس اصلا چی هست، چه کاربردهایی برای شما داره، تو چه رشته‌هایی شما میتونید از این نرم افزار استفاده بکنید، چقدر میتونه برای شما درآمد داشته باشه و یک کلیتی با نرم افزار مکس شما آشنا پیدا میکنید و میفهمید که آقا اصلا الان دارید توی این دوره قراره چی رو یاد بگیرید و چقدر میتونه تیردی مکس بهتون کمک بکنه. آیا میتونه به عنوان یک شغل ثابت بهش نگاه کرد و یا نه؟ پس این میشه گفت از جلسه اول. توی جلسه دوم بچه‌ها دیگه وارد نرم افزار میشیم. جلسه اول میگم یک کلیتی درباره نرم افزار بود. توی جلسه دوم میپردازیم به بخش سلکشن. اگر با فتوشاپ کار کرده باشید، مهمترین بخش توی یک نرم افزار فتوشاپ اینه که شما برای مثال میخواید عکس خودتون رو انتخاب بکنید و جدا بکنید از عکس پس زمینه، یعنی سلکت کردن. توی مکس هم دقیقاً همینه، سلکت کردن یک گزینه خیلی مهمیه و خیلی سخته. برای مثال شما خیلی راحت تو 2 ثانیه بتونید دو تا باکس رو سلکت بکنید و بعدش جابجا بکنید. حالا الان انقدر صحنه‌های ما انقدر ساده نیست، انقدر پیچیده هست که شما می‌بینید شاید 1000 تا دونه آبجکت باشه. الان من 6 هفته کشیدم و هر کدومش یه قسمت باشه. چجوری بتونید توی کمترین زمان اون رو سلکت بکنی؟ خیلی میبینم که همین سلکشن رو خیلی از بچه‌ها بلد نیستن یا خیلی از اساتید خیلی گذری ازش عبور میکنن و متاسفانه حتی سلکت کردنی که شاید به نظر خیلی ساده بیاد و خیلی‌ها بلد نیستن. ما یک جلسه مفصل فقط درباره سلکشن صحبت کردیم. جلسه سوم درباره موو و روتیت و اسکیل. یعنی چی؟ یعنی که شما بتونید یک آبجکتتون رو جابجا بکنی یا آبجکتتون رو با ابعاد دقیق جابجا بکنی یا آبجکتتون رو روتیت بکنی، یک آبجکتتون رو با درجه دقیق روتیت بکنی، یک آبجکتتون رو اسکیل بکنی، یک آبجکتتون رو با عدد اسکیل بکنی و بگه مثلا در راسته x
2 برابر بشه یا چیزای این تیپی. جلسه بعدی مدیریت فایل هستش، خیلی میتونه بهتون کمک بکنه بچه‌ها. ما علاوه بر نرم افزار آموزش دادن توی این دوره، خط مش یا خط فکری که توی 10 سال کار کردن با 3D Max یه نفر داره کار میکنن دارن بهتون آموزش میدیم و چیزی که شاید خودتون بخواید تجربی به دست بیارید چندین سال طول بکشه و شما شاید توی نیم ساعت 1 ساعت بتونید اون طرز فکر درست رو داشته باشید. دیگه توی جلسات بعدی بچه‌ها تقریبا میتونم بگم توی جلسه 5 6 و 7 شما تمرین دارید و ابزارهای 3D Max رو یاد میگیرید که یاد میگیرید شما با استفاده از خط به حجم برسید. ما الان اگه دقت کنید من حجم اینجا ترسیم کردم، خیلی وقتا هست که شما با یک خط میتونید به حجم برسید و حالا من الان خیلی سریع بخوام یک همچین چیزی ترسیم کنم، من با استفاده از خط تونستم به همچین حجمی برسم. اما خب این الان اصلا حجم پیچیده‌ای نیست. ما با استفاده از خط یاد میگیریم توی جلسات جلوتر، توی جلسات 13 یعنی تا از جلسه 5 تا 12 ما با استفاده از خط به حجم میرسیم. صراحی ترسیم میکنیم، آموزش این که چجوری یک فایل رو از اتوکد به 3D Max یا از 3D Max به اتوکد ببریم، ابعاد رو یاد میگیریم، جابجایی یاد میگیریم که شما بتونید از 3D Max بین هر نرم افزار دیگه بتونید انتقال فایل انجام بدید. نرم افزار 3D Max یکی از جامع ترین نرم افزارها هستش که شما خیلی راحت با هر نرم افزاری که فکرشو بکنید میتونید فایلتون رو جابجا بکنید، چه اون نرم افزار مثل اتوکد باشه، چه اون نرم افزار مثل یک نرم افزار رندرینگ مثل لومیون باشه. پس نرم افزار 3D Max خیلی گسترده است بچه‌ها. مورد بعدی میپردازیم به جلسه مدل سازی نما در 1 ساعت. خیلی شاید خنده‌شون بگیر که چجوری بعد از یک ابزار لاین ما میتونیم یک نما رو مدل سازی بکنیم، اونم توی 1 ساعت، کاری که شاید خیلی ها بعد از دیدن یک دوره کامل و 1 هفته 2 هفته کلنجار رفتن هم نمیتونن یک نمای ساختمون کلاسیک رو با دیتیل مدل سازی بکنن. اما کاری که ما کردیم 1 ساعت هم حتی شاید وقت نگیره، شاید تو کمتر از 1 ساعت هم شما بتونید این رو مدل سازی بکنید. آموزشش چرا برای ما 1 ساعت طول کشید، رکورد ویدیویی که شما دارید تماشا میکنید، اما اگر بلد باشید شاید تو نیم ساعت 40 دقیقه هم شما بتونید اون رو مدل سازی بکنید با دیتیل بالا، با ابعاد و اندازه. دقت بکنید خیلی مهمه، ابعاد اندازه دقیق اجرایی و با دیتیل بالا شما میتونید یک نما رو مدل سازی بکنید که توی این دوره فقط با یاد گرفتن یک ابزار لاین، بچه فقط یک ابزار یاد گرفتیم یک نما تونستیم مدل سازی بکنیم. یعنی انقدر همه چی رو دیتیل توضیح میدیم که شما بتونید خیلی راحت مسلط بشید بعد از این نرم افزار، صرفا یک اپراتور نشید بعد از دیدن این دوره و کاملا مسلط بشید به این نرم افزار. از جلسات بعدی بچه‌ها وارد مبحث ادیت پالی میشیم. ادیت پالی اگر بخوام یه فلش بک بزنم، لاین اسم ابزار لاین ادیت اسپلاینه. ادیت برای لاین، برای خط. این ادیت برای صفحاته. از جلسه 15 16 دیگه وارد ادیت صفحات میشیم که دیگه کاملا دیتیل شما یاد میگیرید. برای مثال یک آبجکتی که شما اینجا ترسیم کردید و بتونید بهش دیتیل بدید خیلی راحت. مثلا حالا من الان خیلی سریع دارم این کار رو انجام میدم، شما میگم میتونید خیلی با دیتیل بالا این کار رو انجام بدید. من الان مثلا یک دیتیل خیلی سریع به این آبجکت هم دادم. این رو شما یاد میگیرید که بعد از یاد گرفتن 2 جلسه ادیت پالی، ادیت صفحات، میتونید آشپزخونه مدل سازی بکنید. این دوره آموزشی پروژه محور نیستش، یعنی اینکه ما اول بهتون سرفصل رو یاد میدیم و میگیم آقا این ادیت پالیه، بعدش میایم میگیم که آقا از این ادیت پالی شما میتونید توی مدل سازی کابینت استفاده بکنید، از این ادیت پالی میتونید توی مدل سازی کف ساختمان استفاده بکنید، از این ادیت پالی برای ساختن نما میتونید استفاده بکنید، از این ادیت پالی برای ساختن این میکروفون میتونید استفاده بکنید، برای ادیت پالی برای ساختن یک چهره میتونید استفاده بکنید. صرفا نمیایم ادیت پالی توی پروژه به شما یاد بدیم که شما فکر کنید صرفا ادیت پالی فقط برای مثال برای آشپزخونه است. نه، ادیت پالی توی هر چیزی میتونه بهتون کمک بکنه و این میشه گفت نقطه قوت دوره آموزشی ما هستش که شما خیلی راحت میتونید هر چیزی رو بعد از دیدن این دوره مدل سازی بکنید. دقت بکنید دارم میگم هر چیزی رو میتونید مدل سازی بکنید، نه صرفا چیزای معماری رو. بعد از این کار دیگه میپردازیم به ابزارها و دیتیل های هستش که شما توی این دوره قرار یاد بگیرید. دیگه بعد از اون میپردازیم به ابزارهای کرو، مدل سازی کلاسیک که خیلی ها مشکلشون هست و از جلسه 21 20 دیگه میپردازیم به ابزارهای منحنی. ابزارهای منحنی مثل یک ماژیک میتونه باشه، مثل یک میکروفون میتونه باشه، مثل یک صندلی که کرو هست میتونه باشه، مثل یک صورت انسان میتونه باشه. دقت بکنید همه این دیتیل ها رو شما میتونید با همچین دیتیلی تو کمترین زمان، فکر میکنید توی همچین نمای چقدر طول بکشه، تمامی این ابزارها رو شما با لاین میتونید مدل سازی بکنید. هرچند که بعدش ادیت پالی یاد بگیرید دیگه خیلی با تسلط بالاتر میتونید این کارو انجام بدید. مجدد مدل سازی نما داریم، میگم
پروژه هم داره این دوره. فکر نکنید پروژه نداره. شما الان 3 یا 4 یا 5 تا پروژه فقط در حال تمرین هستید. بعد از همه این ترفندها و نکات‌ها دقت کنید دیگه از جلسات بعدی دیگه تکنیک یاد میگیرید. وقتی که کلیت یاد گرفتید، برای مثال شما تو جلسه 17 مدل سازی آشپزخونه رو یاد میگیرید، توی 20 دقیقه مدل سازی بکنید. وقتی که یکی دو تا ابزار دیگه یاد بگیرید، مدل سازی یک آشپزخونه رو شما توی 3 دقیقه انجام میدید. من توی جلسه 17 هم تو 3 دقیقه براتون مدل سازی آشپزخونه رو انجام دادم. پس شما خیلی راحت میتونید یک متخصص نرم افزار بشی بعد از دیدن این دوره. تو جلسات آخر که ترفندا و کلیدها و هاتکی‌ها یاد گرفتید که سرعتتون خیلی بالاتر بشه، میگم بچه‌ها دیگه بعد از یک تایمی همون کیفیت لازمه رو دارن که بخوام به یک نتیجه خیلی خوب برسن. بعد از اون دیگه سرعت ملاک شماست. کارفرما از شما یک معیار کیفیت خیلی بالایی میخواد و در ازاش سرعتتون هم بالا باشه. پس این دوتا همزمان خیلی ملاکه که ما توی این دوره سعی کردیم این کار رو برای شما انجام بدیم. تمام ترفندها، هاتکی‌ها، کلیدهایی که نیاز هست شما بلد باشید. یک کارو با موس انجام ندید، یه دستتون اینجوری باشه با اون یکی دستتون بتونید یه دکمه رو بزنید، در از 10 ثانیه بیافتید جلو. همینجوری 10 ثانیه یهو میرید 3 ساعت یک پروژه رو شما زودتر انجام میدید و میتونه خیلی برگه برنده شما باشه نسبت به کسایی که دارن با نکس کار میکنن. و جلسات آخری که اینجا هستش ورکشاپ های مدل سازی هست. یک ویلای مدرن و دیتیل مدل سازی میکنیم و یک فضای داخلی کلاسیک رو مدل سازی میکنیم. یعنی کاری که ما داریم انجام میدیم توی این دوره با استفاده از تمرین ها تقریبا 7 یا 8 تا فضای مختلف رو شما مدل سازی میکنید. نمای داخلی کلاسیک، نمای خارجی کلاسیک تو قسمت 10، آشپزخونه مدرن، نمای خارجی یک ویلای خارجی مدرن رو شما اینجا مدل سازی میکنید. نمای مدرن رو اینجا شما مدل سازی میکنید. توی قسمت سقف و ستون کلاسیک رو اینجا شما مدل سازی میکنید. احجام منحنی رو شما اینجا مدل سازی میکنید و کلی نکات دیگه اینجا هستش که شما راحت بعد از این رو بهش مسلط میشید. مرسی از اینکه بچه‌ها به سرفصل دقت کردید. اگر با مکس کار نکرده باشید شاید یه خورده درک مفاهیم برای شما سخت بشه، اما سعی کردم خیلی سریع و راحت بهتون توضیح بدم که ما توی این دوره بهتون چی آموزش دادیم. اگر فکر میکنید و میترسید که آقا چجوری مطمئن بشیم نسبت به این دوره، نکته پایان مثبتی که دیگه این دوره برای شما داره این که یک گروه تلگرامی پشتیبانی برای شما در اختیارتون قرار گرفته. خیلی راحت اگر سوالی یا مشکلی داشتید خیلی راحت میتونید اونجا جوین بشید، سوالاتون رو مطرح بکنید. چه ما و چه کلی بچهای دیگه هم هستن الان اونجا تو گروه تلگرام 1500 600 نفر هستن که خیلی راحت میتونن جوابگوی شما باشن. و علاوه بر اون شما میتونید 1 تا 2 جلسه از این دوره رو ببینید. انقدر سعی کردیم راحت و ساده بهتون یاد بدیم که شاید فکر کنید تو جلسه 1 2 3 چیزی مدل سازی نمی‌کنید، اما به صورت جهشی یهو میبینید تو 4 5 جلسه به یک سطح خیلی بالایی از دانش نرم افزاری، نه صرفاً مکس، دانش نرم افزاری میرسید که نرم افزار دیگه هم جلوتون بذارد. شما دیده کلی نسبت به دنیای نرم افزار و کامپیوتر گرافیک و دنیای 3 بعدی خواهید داشت. مرسی از اینکه ویدیو رو تماشا کردید. امیدوارم این ویدیو بهتون کمک کرده باشه و یک خط سوی مثبتی رو بهتون داده باشه. حتما اگه ویدیوهای ما رو دوست دارید لایک بکنید، نظرتون رو برام بنویسید و اگر کانال ما رو هنوز سابسکرایب نکردید سابسکرایب و زنگوله بغلش هم بزنید تا محض اینکه ما ویدیو جدیدی میذاریم برای شما نوتیفیکیشن میاد و تشریف بیارید ویدیوهای جدید ما رو میبینید. تا ویدیوی بعدی فعلا خدا نگهدار.